من چراغ دل است، مرا سوی آن نور بیضا ببر، مرا سوی آن نور بیضا ببر. هرگاه جماعت استاد شد باید در صف کج یا پس پیش استاد نشویم. به سویش تمنای ما را ببر، به سویش تمنای ما را ببر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشید. من میخوایم امروز موضوع امروز من درباره به آداب مسجد می باشد. در این شک نیست که تمام مساجد بیت الله یعنی خانه الله لا یزال است، پس احترام و ادب آن برای ما لازم و واجب می باشد. اولا وقتی که ما اولا داخل میشیم به مسجد مطابق به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید هرگاه ما و شما به مسجد داخل میشیم باید به پای راست داخل شویم و این دعا را بخوانیم: اللهم افتح لی ابواب رحمتک. و هرگاه ما از مسجد خارج میشدیم باید به پای چپ خارج شویم و این دعا را بخوانیم: اللهم انی اسألک من فضلک و رحمتک. در شماره دوم، حین داخل شدن به مسجد باید با وضو باشیم و هرگاه ما داخل مسجد شدیم پیش از اینکه ما شما در مسجد بشینیم باید 2 رکعت نماز را ادا نماییم. 2 رکعت نماز تحیت المسجد را باید ادا نماییم در شرطی که جماعت استاده نشده باشد یا حداقل 5 دقیقه مانده باشد تا ما 2 رکعت نماز تحیت المسجد را ادا نماییم و در مسجد سخنهای بیهوده و دنیایی نگوییم. سخنهای بیهوده و دنیایی را نگوییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که میگوید وقتی که شما در مسجد میشینید و سخنهای بیهوده میگوید و سخنهای دنیایی میگوید، ملائکه برای شما میآید و برایتان در بار اول میگوید که اسکت یا ولی الله، یعنی خاموش باش ای دوست الله جل جلاله. و اگر باز همچنان به سخنان خود ادامه دهد اون اشخاص و سخن بگوید و گپ بزند، گپ های بیهوده بگوید، در بار دوم باز ملائکه میآید و میگوید که اسکت یا بغیر الله، یعنی آرام باش ای دشمن الله جل جلاله. و اگر باز همچنان ادامه بدهد به بار سوم باز ملائکه میآید و برش میگوید که اسکت لعنت الله علیک، اسکت لعنت الله علیک، یعنی خاموش باش لعنت الله بر تو باشد. در بار سوم لعنت الله برش میفرسته. پس رسول الله صلی الله علیه و در مشکات شریف آمده روایت شده که میگوید که در آخر زمان کسانی پیدا میشود که در مسجد میآید و گروه میشیند و سخن میگوید. پس کوشش نمایید که ما در آن گروه ها اشتراک نکنیم و از آن دوری نماییم، چون او گروه ها را الله جرم خیلی بد میبینه، ازش بد میآید و اگر ما شما در آن اشتراک نماییم و با آنها بشینیم پس ما را نیز الله جرم از ما را هم بدش میآییم. و چهارم که است حین دخول اخو، تا قیام اقامت و جماعت، تا وقتی که جماعت استاد می شود باید خاموش باشیم و ذکر الله جل جلاله را بر زبان جاری داشته باشیم. و هرگاه جماعت استاد شد باید در صف کج یا پس پیش استاد نشویم، با هم صفی خود یا با هم پهلوی خود نزدیک شانه به شانه استاد شویم و شانه به شانه استاد شویم تا جای برای گشت و گذار شیطان نماند. ششم، کوشش شود که با بزرگان باید به بزرگان جای بمانیم، به خاطر که ما شما خود میدانیم که در صف اول خیلی فضیلت بالا دارد و یا اگر هرچی بیشتر استاد شویم در نماز در جماعت فضیلت بیشتر دارد و ثواب بیشتر دارد. پس اگر یک بزرگی را ببینیم ما در صف اول نیت صف اول را کرده بودیم که من امروز میخوایم در صف اول استاد شوم و هرگاه یک بزرگ را ببینیم که در پشت سر استاد شده و او را پیش بیاریم و ما در صف پشت سر استاد شویم، در اینجا ثواب ما 2 برابر می شود. فضیلت ما و ثواب ما 2 برابر می شود، یعنی 2 چند میشه. چی رقم؟ یعنی یک ما میفهمیم که فضیلت صف اول خیلی بیشتر است
و یا هرچی بیشتر استش فضیلتش زیاد است، ثوابش بیشتر است. اما نیت را که ما کردیم اونمو اجابت شد، اما ثوابش بر ما رسید. اما ثوابی که ما در صف اول به دست می آوردیم اونمو بر ما رسید، اگر گرچه ما در صف پشت سر استاد شویم، در صف دوم یا سوم استاد شویم. پس و این ثواب یک رقم، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث می فرماید که انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال به نیت های شما استوار است. به خاطر همین است که ما نیت کرده بودیم و نیت ما وقت ثوابش بر ما رسید. و در ثواب ما دو برابر که میشد. دومش چی رقم است که وقتی که ما امو یک بزرگ را پیش میاریم و خود ما پشت سر استاریم، اونمو احترامی که ما برای او گذاشتیم و به او کردیم، اونمو ثواب به ازو همچنان بر ما و شما میرسد. و ششم هفتم، بعد از اینکه امام سلام را دور داد و نماز خلاص شد، ما باید اذکار مسنونه بگیم و دعا نماییم. و بعد از هم اینمی آداب مسجد گرچه زیادتر است از اینکه بیشتر است، ولی فعلا ما هفتش مهماش گفتم. و خدا کنه که از سخنان مستفید شده باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.